پازده سال در بازبین لسر پخش رادیو دنگ آشتی لباجر زاخو که دجی خوی 16 سالی دا به جوانه به برنامه نی بکویت ده خدمتا گهدارین خدا. رادیو آشتی هاتا دا مجراندن الهجده 2004 دست بکار بی و بردوامی دا هاتیه کی کم بوسطان و بشیانت همی کارمنده اف رادیوها دست بکر ام دی بیجین ایکی 2005 بردوام بی حتی نوکه اوا 15 سال بورین ام دی 16 سالی اخوا شمال که خواه هلکت امد گلک که دانیت نخوش داد بورین نوکه و بری نوکه و 2014 واره بس ما انیتا هندیشیان مهابن ام برنامانی بکین ام دنگو باست روزانه بو خلق خوب جايين وام هر شلكيه كا هبت ام اتقل في خلقي ام كيف وان بي خوش بكين کارمندین رادیو دنگ آشتی به بردوامی لدمن رابوریدا کارکریه ده پیخمت خدمت کباش بو گودارن خوابکت. از وی هالکفته همی خلق زاخوب گشتی و تجربتیج کارمندیت رادیو دنگ آشتی پیروز دکم براستی دامزنا رادیو دنگ آشتی کو که او شمالویا 16 محل کرد در بازبونا 15 ساله افروکا مبدوی اینا دوباره از پیروز باهی همی حوالن خوی کارمندیت کم هیوید خواستم که مشیا بدوان سالت بوریده خدمت که باش ما پیشکشی خلق خوی باجر زاخوب کرد. به هلکفتا دا مزراندنا رادیو دنگ آشتی و مراندنا شمال کا 15 و هلکرنا شمال کا 16 از پیروز باید خوار سرجم کادر و کارمند و در هنر و پیشکش کارت برنامه رادیو دنگ آشتی کن داخوازمش خدای مزن او همی روژدوان کیف و خوشی و سرسال بد. دنگ آشتی لسال 2004 دست به پخش خواه کریه کوکو دیاری جلای ایکتین اجتماعی کردستان و با خلق زاخوهاتی دینانو کو پیشترجی یکم کانال آسمانی کردی ایکتین اجتماعی کردستان لیوی باجری دینابی کو جماره کازور جر روشناموان نوکد بار راگیاندن دا کار دکن خوینکارن وان دزگایان بون زیروانگولی با دینان از زاخو